فهمیدید چی شد؟ سلام به ویلوگ دیگه از من خوش اومدید. اگه توی ویدیو قبلی نگاه کرده باشید گفتم ما 2 تا پوست گوسفند داشتیم که حالا الان دارم میشورمشون تمیزشون میکنم و قراره که اون چربی و گوشت اضافه‌ای که روی پوست هست و قرار ازش جدا کنیم. ما توی این چند وقت درگیر جابجایی و اینجور کارا بودیم. واقعا خیلی طول کشید که بخوام بیام سراغ این و شروع کنم به تمیز کردنش. فکر کنم حدودا یه هفته‌ای میشه، ولی خب ما بهش نمک زده بودیم که خب خراب نشه، بالاخره گوشت و این چیزا بهشه. ولی امروز که اومدم بازشون کردم وضعیتشون خوب بود خدا رو شکر. و الان هی دارم آب میارم میریزم داخل این توته که اول از همه پوستا رو قراره بشورم، بعد بذارم آبشون بره، بعد شروع کنم با چاقو گوشت و اون چربی که به پوست چسبیده رو ازشون جدا کنم. خیلی سنگینه. خیلی رنگش قشنگه، سفید. بو گوسفند میده هنوز. باید همه این قسمت ها ازش جدا بشه. الان یه تیکشو با دست کندم، بقیش هم حالا با چاقو میکنی. چیز باحالی باید بشه. ماشاءالله. ماشاءالله. فیلم میگیری؟ به چوبای بزرگمون رو بیاری؟ میارم. ماشاءالله. یه دیگه از اون چیزا بیار، ترا. تر؟ اونایی که رو هم چیدیم بزرگا. باشش. مرسی. موقع انگشت خیلی سنگ نمیشکنم. خیلی چیزه، خیلی بزرگ بود. بشه یه خور اون برتر که وقت این نمیشه. فکر کنم تقریبا یه هفته پیش قسمت قبلی ویدیو رو ضبط کردم و شروع کردم شستن پوست. معلوم بعد یه هفته میخوام گوشتش ازش جدا کنم. امیدوارم خیلی خراب نشده باشه و البته من سرما خوردم. توی ویدیوهایی که دیدم اینو یه حالتی میذاشتن که تو کش باشه. بعد سرچ کردم نوشته بود که چاقو خیلی تیز نباید باشه که خود پوست از لیرون رو نبره. یه قسمتش کامل خوش شده. خورده بگیم بیا اینقدر لفتش دادی سکت باش. خیلی مثلا 1-2 روز که دیگه تمرین بعد میداختمش دور بزن. با دست چرا جدا نمی کنی؟ همه با چاقو جدا میکنه. با دست ببین این جدا میشه، اینجوری میتونی بکش. یعنی چاقو بده. چاقو
چیز نباید بشه. ناراحتی از اینکه راه بهتر پیدا بابا کردی. ساکت باش که شت. فهمیدید چی شد؟ انقدر اینو دیر انجام دادیم موهاش داره ازش جدا میشه. به درد نمیخوره دیگه. شت. خب متاسفانه پروژه با شکست مواجه شد، چون اولین دفعه‌مون بود. نمیدونستیم که پوست هر چقدر بیشتر بمونه این پشمش خیلی به راحتی از اون پوست جدا میشه. یعنی دیگه علنا واسه اون هدفی که میخواستیم نمیشه استفادهش کرد، چون ما میخواستیم اینو روی مثلا چون مبل جایی بندازه. در نتیجه علیکی بود هر چقدر بیان کندم. مثلا یه تیکه از پشم قسمتش بخوام بکنم اینجوری دسته جدا میشه و خب این به درد نمیخوره. ایشالا دفعه بعد، سال بعد، شاید گوسفند بعدی با اینا که نشد چیز درست کنیم. خب با توجه به سرچی که زدم، به علت اینکه 1 ماهی هست من اینو نیومدم سراغش و فقط نمک بهش زده بودم، بعدش که شستم و دوباره 1 هفته بعد اومدم سراغش، این چربی و گوشتی که روی پوست مونده بود باعث شده که باکتری شروع کنم به تجزیه کردن این گوشت و چربیه و ریشه پشم در واقع فاسد شده و به خاطر همینه که انقدر راحت کنده میشه. البته اب نداره، درسته من تا وسطش داشتم انجام میدادم، ولی الان دیگه واسم تجربه شد که دفعه بعد اگه پوستی گرفتم نهایتش فرداش باید انجام بدم. البته اب نداره، میگم اب نداره، این تجربه شد چون ما این دفعه خیلی سرمون شلوغ بود و خیلی کار داشتیم. بعد جابجا میشدیم، بعد به محصولاتمون رو دسته‌بندی میکردیم، نمیدونم بعد باغو مرتب میکردیم، نمیدونم خیلی کار داشتم واقعا. ولی خب هیچ عیبی نداره، دفعه بعد ایشالله.